از کجا شما میتونید فهمیدن که همین استعداد من خداداد است؟ شما از کجا میتونید فهمیدن که همین استعداد من همون استعدادی که اگر همین استفاده کنم زندگیم بهتر میشه؟ بسیار آدم‌ها موفق شدن نمیتون. دانا هستون که موفق نیست. سبب اساسیش همین که دیگرها کپیروت کرده میگردد. اگر که شما خواهید که در حقیقت موفق شوید، یکم شما باید باور کنید که از روز ازل خداوند با شما استعداد به قوت دادگی است. از روز ازل خودتون دیگرها خاطر مقایسه نکنید. نگوید که من این وای دانا بوده است، من این وای توانا. وقتی که شما خود آدمای توانای موفقیت مقایسه میکنید، подсознательно شما حس میکنید که خودی که وای موفق‌تر نسبت شما باشید، عاجزید. برای شما یگان و خودتون دیگر وقتی مقایسه نکنید. شما یکمین کاری که باید کنید خودتون باور کنید که خودتون باور کنید که از روز ازل پروردگار شما با استعداد دادگی است. انا کن همون استعداد خودتون با یابید. کاری یکمی که شما باید کنید، اول همون استعداد خودتون با یابید. چه خیلی شما هوا یافتن میتونید؟ از کجا شما میتونید فهمیدن که همین استعداد من خداداد است؟ شما از کجا میتوانید فهمیدن که همین استعداد من همون استعدادی که اگر همین استفاده کنم زندگیم بهتر میشه؟ من یک چند نشان دادش میگویم، شما دقت کرده گوش کنید. یکم در دل شما مهر هوای هست. در دل شما مهر هوای هست. من نگاه کنید، بعضی آدم ببینید، بعضی آدم خرسند است وقتی که همین خانه ریمون میکنند، دیگه خانه میپوشد، یک کس دیگه خرسند است وقتی که کارتینکا رسوت میکنند، یک کس خرسند است وقتی که شعرخوانی میکنند، یک کس خرسند است وقتی که یگون چی استعداد میکند، یک چی گویم لباس دوزی میکند، یا که یگون محصولات میبرارد، یا که بیزنس میکند. یکمین چیزی که هست شما حس میکنید که همین و همین استعداد خدادادگی هست، همون به شما به مهر هست. مهر است. تو است همون شما کرده خودتون خوشحال حس میکنید نسبت همون کار. دوم، همون کار شما با آسان است نسبت دیگر کارا. همون کار شما آسان کردن میگیرید. نه که بعضی آدم میبینید این قین، تو چه خیلی این کار کردی؟ تو در نظر دیگرها قیم میتابد، شما با آسان میتابد. بعضی کار هست که دیگرها با آسان است، شما با قیم میتابد. برای همون یکی از نشان دادایی که همون استعداد شما خداوند همین صاحب دادگی است، این همون کار شما با آسان به دست میبیارد. من نگاه کنید، بعضی آدما از همین گویم چی گویم پوبلیچنی выступление از همین صحنه برآمد کردن میترسد. اما به خدا همین دادگی آسان میشد. یا که من بعضی آدم بینید لیوچیک بودم میترسد، یا که دکتر بودم با خیرورگ بودم میترسد. بعضی آدم هم به خداوند استعداد دادگی فکرانش هم به دادگی میکند. دقت کردید؟ برای همون اگر که یکم مهر باشد، مهر شما دلتون هست دادن. دوم همون چی شما با آسان است. وقتی که شما وای کار میکنید آسان نسبت دیگر کارا. من نمیگم که تماما آسان است. زندگی به هیچ چیز آسان نیست. نه که همون چی شما با آسان تر است نسبت دیگر کارا. همون کار کنید دیگه رزولتات تستتر میبیاد، نتیجه تستتر میبیاد. سوم нишонаш که چه خیلی من یابم که это моё дело. Как мне найти, что это моё? چه خیلی من کنم که من فهمم که همین چی کار من است که هر کار به دست نزنم. سوم، وقتی که شما همون کار میکنید شما خودتون заставить نمیکنید. То есть вам не надо принудить себя, чтобы этого делать. То есть خودتون شما مجبور نمیکنید. برای همون کار کردن هم شما با آسان‌تر میشد، همون کار خودتون شما مجبور نمیکنید. این سوم نشانش. دیدید؟ چهارم، وقتی که شما همون کار میکنید صفت کار شما بهتر نسبت کار ممکن که برادرتون یا که دادرتون یا که خیشتون یا برادر. То есть نسبت کار دیگرها همون چی у вас лучше получается. شما میکنید بهتر صفتش. انا همینه وقتی که شما میکنید که بهتر از صفتش نسبت دیگرها
ана ҳамин 4 та нишон додааст ки шумо анакун таланти шумо, истеъдоди шумо ҳамин соҳа ба зиёдтар